سلام، امیدوارم هر جا که هستین حال دلتون عالی باشه و همیشه سلامت و سرزنده باشین. در این فیلم میخوام نحوه نصب و راه‌اندازی از جدیدترین سری ساعت‌های هوشمند سیم کارکور از کمپانی لنفو مدل لنفو لم 10 رو بهتون آموزش بدم. امیدوارم که این فیلم براتون مفید باشه و بتونید از ساعتتون استفاده و حسابی لذت ببرید. توجه داشته باشید که مهمترین شاخص اصلی بودن ساعت هوشمندتون پلم بودن اونه و اینکه 4 تا هولوگرام ضد جل رو 4 طرف جعبه شما خورده. این هولوگرام ضد جل طلایی هستش. جعبه شما همونطور که توی فیلم می‌بینید میبایستی کاملا به صورت آکبند و باز نشده و پلم باشه. تمام هدف و سیاست اصلی نمایندگی ما بر اینه که شما بتونید محصولات اصلی و اورجینال لنفو رو در داخل ایران با بهترین قیمت و رجیستری شده با اطمینان و آرامش خاطر از ما خریداری کنید. توجه داشته باشید ما تنها نمایندگی فروش ساعت هوشمند لنفو در ایران هستیم که ساعت هوشمند سیم کارت رو با رجیستری بدون قطعی و انتقال مالکیت و ثبت در شبکه همتا رو با گارانتی و خدمات پس از فروش به مشتریان عرضه میکنیم. خب این ساعت رو الان ما هم آنباکسینگ میکنیم ببینیم داخل جعبه چیا داره و چجوری میتونیم ازش استفاده کنیم. جعبه رو با تیغ باز میکنیم. این همون هولوگرام هست که همونطور که داخل فیلم رو ببینید برجسته هستش و حک لنفو و هولوگرام خود لنفو هستش. خب ببینیم داخل جعبه ساعت اون چیا داره. این ساعت هوشمندمونه. داخل جعبهش یه دونه شارژر، یه دونه آچار مخصوص که من رو بهتون توضیح میدم، یه دونه گلس صفحه نمایش، یه برگ مثلثی شکلی که تاریخ خروج از خود کمپانی اصلی لنفو رو نشون میده و یه دونه دفترچه راهنما که به 2 زبون انگلیسی و چینی نوشته شده و توضیحات کامل رو داخلش داده که من همه رو براتون کاملا اینجا توضیح میدم. من این جعبه رو بذارم کنار که جلو دستمون خالی بشه. یه سری نکات خیلی مهم قبل از اینکه فیلم آموزشی رو شروع کنیم من اینجا به صورت کامل بهتون توضیح میدم که یه موقع شما مثل بقیه گرفتار نشین. ما روزانه کلی تماس داریم واسه این ساعت هوشمند سیم کارت خور لنفو که بعضا مشتری‌ها اعلام میکنن به ما که اومدن ساعت خریدن و ریجستر نبوده و قطع شده و یا اینکه به صورت مسافرتی آوردن و یا اینکه ریست کردن و دیگه ساعتشون برنامهش دیگه بالا نیومده و خاموش شده. وقتی ازشون میپرسیم که این ساعت ها رو از کجا خریدین میگن از سایت داخلی خرید کردن که واسطه سایت خارجی هستن و میان از این مشتریا کمیسیون دلاری میگیرن حالا یا ریالی میگیرن با توجه به اینکه کشور ما تحریم هست و انتقال پول ما نداریم میان به جای این خریدارا از سایت آمازون، ایبی، حالا علی اکسپرس یا علی بابا میان واسهشون چیکار میکنن سفارش میدن که معمولا این سایت ها میگن 20 تا 45 روز مثلا سفارششون به دست مشتری میرسه. یا رفتن مثلا از سایت های معروف خودمون خرید کردن که ما نمیتونیم اسم بیاریم که تازگی ها هم فروشنده های این پنل های فروشگاهی خیلی زیاد شده و میان فروشنده ها شیطونی میکنن و این ساعت های هوشمند سیم کارت خور رو میان داخل پنل های فروشگاهیشون میذارن و میان با قیمت حالا اختلاف قیمت های خیلی زیاد میان میذارن برای فروش.
خب مشتری میاد میخره بر اساس اینکه خب اعتبار اون سایت های خیلی معروف میاد خرید میکنه. وقتی ساعت دستش میرسه خب با ذهنیت اینکه این ساعت هوشمند سیم کارت میخوره و قطعا همه چیش باید فعال باشه، با این ذهنیت خریدش رو انجام میده. وقتی ساعت هوشمند لنفو دستش میرسه، سیم کارت میندازه داخلش، دقیقاً اون موقع متوجه میشه که ساعت هوشمندش براش از سمت مخابرات SMS قطع اومده، میگه تا 1 ماه تعیین تکلیف کن و اینا ارتباطت چیکار میکنم؟ قطع میکنم. خب کاملا طبیعیه، این مشتریان میان به پشتیبانی وبسایت ها زنگ میزنن و وقتی تماس میگیرن میگن ما بررسی میکنیم و تقاضای عودت مبلغ و بازگشت کالا رو میکنن. پشتیبانی هم یه بررسی کوچیکی میکنه، میگه اصلا فروشنده توی پنلش در مورد محصول در رابطه با سیم کارت و یا ریجستریش صحبتی نکرده که شما الان این اعتراض رو دارین و تازه این که چون کالا از حالت اولیه خارج شده، بسته‌بندی خارج شده، به شما اعتراض شما قابل قبول نیست. پس اینجا مشتری میمونه با یه دونه ساعت هوشمند لنفو سیم کارت خورد بدون قابلیت مکالمه. و متاسفانه این مسائل وجود داره. یه سری از فروشنده‌ها میان با کابل دیتا، همین این کابل دیتا هم هستش، هم برای شارژ هستش، هم کابل دیتا هستش. کابل دیتا میاد چیکار میکنه؟ میان یه سری تغییرات نرم افزاری تو خود ساعت هوشمند میدن از طریق لپتاپ یا طریق کامپیوتر و به خاطر اینکه مسئله ریجستریش رو حل کنن اون اطلاعات رو دقیقا میان جابجا میکنن. خب اگه مشتری خیلی خوش شانس باشه، بذار حالا 4-5 ماه دیگه، 5 ماه دیگه، 6 ماه دیگه نیاز به ریست کردن این ساعت اگه داشته باشه، میبینه که ساعت دیگه خاموش میشه و دیگه بالا نمیاد و کلا برنامه‌اش کار نمیکنه. واقعیت هم اینه که اون فروشنده اومده اطلاعات ساعت هوشمند رو جابجا کرده در لحاظ نرم افزاری و به هیچ عنوان دیگه اون ساعت کار نمیکنه. خب دوستان عزیز توجه داشته باشید، این ساعت هوشمند سیم کارت خور برای هر کشوری یک سری تنظیمات خاص و فعالسازی میخواد که هر کشوری با هر کشور دیگه فرق میکنه. قطعا برای اینکه شما بتونید از سیم کارتش استفاده کنید حتما اولا که باید ریجستر باشه، دوم که باید در شبکه همتا انتقال مالکیت به نام شما زده بشه. در غیر این صورت خیلی زود به مشکل میخورید. در ضمن یک سری تنظیمات نرم افزاری هم داره که داخل ایران کاملا غیر فعال، همونطور که بهتون گفتم هر کشوری با هر کشور دیگه فرق میکنه و باید با برنامه‌های نرم افزاری لایسنسی که خود کمپانی لنفو در اختیار ما قرار داده اونا رو براتون فعال کنیم. پس مراقب باشین یه موقع سرتون کلاه نره. اگه هم خواستید ما رو اعتبار سنجی کنید میتونید برید توی سایتمون، سایت lenfo.co، قسمت درباره ما، گواهینامه نمایندگی لنفو رو اونجا ببینید که حسابی خیالتون راحت بشه. این کابل شارژ همونطور که توی فیلم دارید نگاه میکنید 2 تا سر داره، یه سرش USB، یک سرش حالت فلزی هم که توی فیلم میبینید. این قسمتی که فلزیه دقیقاً کجا میخوره؟ پشت ساعتتون. 4 تا کنتاک فلزی زرد رنگ داره، میچسبه کجا؟ میچسبه دقیقاً پشت ساعتتون. این قسمتی که USB حتما شما میبایستی بدون آداپتور یا منبع تغذیه شارژ بزنید و ساعتتون شارژ بشه. مسئله مهمی که هستش اینه که هیچ کدوم از ساعت هوشمند کمپانیاشون داخلش آداپتور نمیذارن. همه برندها رو وقتی توی بازار ایران یا توی کشور خارجی بررسی میکنیم به شما آداپتور نمیذارن. ما هنوز دلیلش رو متوجه نشدیم، ولی خود شرکت لنفو داخل ایران یه دونه آداپتور به شما میده. این آداپتوری که به شما میده مطمئن ترین آداپتوریه که به این ساعت آسیب نمیرسونه. آداپتور آیفون قدیمی مدل 5S یا 6S، اگه خودتون هم خواستین تهیه کنید میتونید خیلی راحت از موبایل فروشا تهیه کنید. این ساعت هوشمندتون اگه میخواین خراب نشه قطعا با آداپتور فست شارژ
ترابل آداپتور، پاور بانک، فندکی ماشین به هیچ عنوان شارژ نکنید، چون خیلی زود ساعتتون نابود میشه و خراب میشه و هیچ کاری دیگه نمیتونیم براتون انجام بدیم، چون برای اینکه هم باتریش آسیب میبینه هم مادربردش آسیب میبینه. باتری این ساعت هوشمند خدمتتون هستم که 780 میلی آمپره. رزولوشن صفحه نمایش این 320 از 360 هستش. تو حالت استندبای 3 روز کار میکنه این باتری با شما. توی کارکرد بستگی داره دیگه شما چه چیزایی روی این ساعت فعال کنید. اگه میخواین باتریتون کمتر مصرف بشه، قطعا چیزایی که نیاز ندارید غیر فعال کنید. خب خیلی‌ها برمی‌دارن ویبرش رو فعال میکنن، اینترنت نیاز ندارن، جی پی اسش رو فعال میکنن، همه این چیزها رو فعال میکنن. توجه داشته باشید این ساعت ها من موبایل میمونه. موبایلتون رو تو 3 ساعت میتونید شارژش رو تموم کنید، میتونید تو 3-4 روز ازش استفاده کنید. خب اینم روش این بود که شما بتونید تو مصرف انرژی باتریتون بتونید صرفه جویی کنید. خب قطعا هم اگه باتری شما کمتر استفاده بشه، کمتر نیاز به شارژ مجدد پیدا میکنه. بعد دیگه خدمتتون عرض کنم که چیزایی که دیگه مسائلی که دیگه هستش، یکی از موارد مهمونم که من بهتون گفتم نوع آداپتور بودش. آداپتورش رو رعایت کنید. اگه میخوایم باتری ساعتتون حالالا عمرش واسهتون بیشتر بشه و عمر بیشتری داشته باشه و حالالا واسهتون کار کنه، قطعا شارژ شب تا صبح یا پی در پی نکنید. نگاه کنید ببینید باتریتون اگه نیاز داره این کارو بکنید. یک سری آداپتور اومده تایم داره، زمان داره، از اونا میتونید استفاده کنید. نه برای این ساعت هوشمندتون، قطعا مثل موبایلتون هم میتونید استفاده کنید. مدت زمان شارژ برای این ساعت هوشمندتون 2 تا 2 ساعت و نیمه. بذارید شارژش کامل بشه، بعد چیکار کنید؟ بعد اون کارو انجام بدید. خب این بند این ساعت هوشمندتون انواع استیکریه، نگاه کنید گفتش انواع استیکریه. این بند فابریک خود این ساعت هوشمندی که قابل تعویضه. قطعا اگر ما خرید کنید همون بند فابریک رو بهتون بدیم. بنده دیگه چرمی هم هستش، بند فلزی هستش، بند تی پی یو یا همون سیلیکونی هم هستش. اگه نیاز به بند اضافه داشتین از این بند اگه خوشتون نیامده نگران نباشید، داخل جعبهش همین بنده سفارش بدید، به فروشنده ما اعلام کنید، بند اضافه چیکار میکنم بهتون میدن. بند این ساعت هوشمند سایزش 24 هستش که اگه یه موقع رفتید داخل فروشگاه جایی دیدید میتونید چیکار کنید؟ سفارش بدید و خرید کنید اگه جایی خوشتون اومد. روش تعویض بندش هم همونطور که توی فیلم نگاه میکنید به صورت کشویی و گلنگنی هستش. نگاه کنید من الان در میارم با ناخن این گلنگن رو میکشم عقب، این خیلی راحت در میادش و میتونید چیکار کنید؟ دوباره جا بزنید. فقط وقتی جا میزنید مراقب باشید که دقیقاً جا افتاده باشه. یه تستش بکنید، چون اگه تستش نکنید امکانش هست مثلا توی دستتون باشه یه موقع بخوره زمین و خدای نکرده ساعت هوشمندتون آسیب ببینه. نگاه کنید من الان جا میزنم براتون، گلنگن کشیدم عقب، الان نگاه کنید هنوز جا نرفته. یه تقی هم چیکار میکنه؟ صدا میده وقتی بیفته داخل سوراخش. یا کنید جا رفتش. قشنگ با دست تست کنید، امتحان کنید، یه موقع دستتون نبندید یه موقع بخوره زمین. خب بریم به سراغ بقیه جای ساعت هوشمندمون. همین که نگاه میکنید در قسمت کناری این ساعت هوشمندمون یه محفظه جای سیم کارت داریم که بالای دقیقا نگاه کنید یه شیاری هستش. یه آچاری بهتون گفتم داخل جعبه ساعت هوشمندتون. این آچار مخصوص این محفظه سیم کارته که دقیقا تو قسمت بعدی آموزشمون بهتون توضیح میدم.
آچار مخصوص رو گذاشتن که خیلی راحت این محفظه سیم کارت در میاد و سیم کارتتون رو شما چیکار میتونید بکنید؟ خیلی راحت میتونید جا بندازید. پشت صفحه ساعت هوشمند شما قسمت سنسورهای سلامتی و ضربان قلب و اینا قرار داره. وقتی فعال بشه این دو تا سنسور، همونطور که توی فیلم دارید نگاه میکنید، فعال میشه. سنسور فوق العاده قوی داره. حالا برای افرادی که ورزشکار هستن، برای قدم شمار، گام شمار یا پایش خواب اینا استفاده میشه. بعد خدمتتون عرض کنم که در قسمت کناری زیر این دکمه گرده یک حفره خیلی ریز هستش. اشتباه نکنید، یه موقع با سوزن داخلی نکنید. این قسمت میکروفون اگه داخلش سوزن بکنید قطعا میکروفونتون آسیب میبینه و صدا دیگه نمیره. بعد این دوتا دکمه‌اش یکیش خاموش روشنه، یه خاموش روشنه، نگاه کنید این برای خاموش روشن آن و آفه. و این دکمه گرد بالا هم قطعا بیرون نکشید و به عنوان کار بک یا همون بازگشت رو واسهتون انجام میده. قسمت این ور رو نگاه کنید، همون قسمتی که داخلش میخواستین سیم کارت بزنید. قسمت چی هستش؟ اسپیکرش هستش. اسپیکر فوق العاده قوی هم داره. من ساعت هوشمندانه رو روشن کردم. سایز صفحه نمایش رو خدمتتون عرض کنم که رزولوشن همونطور که گفتم 320 از 360 هستش. بعد نسخه اندروید این ساعت هوشمند 7 هستش. حافظه داخلی 4 و 64 هستش. حافظه داخلی اینه که داره 1 داره 16 داره 3 داره 32 داره. این بالاترین حافظه داخلی و این ساعت هوشمند شما داره. باتری هم که بهتون گفتم که 780 میلی آمپره. صفحه نمایشش هم 1.88 اینچ هستش. این ساعت هوشمند شما یه دونه دوربین داره، دوربین با کیفیت HD. دوربین شما 5 مگاپیکسل هستش و میتونید برای عکاسی یا فیلم برداری یا برای شبکه‌های اجتماعی، برای عکس سلفی یا تماس‌های تصویریتون میتونید استفاده کنید که کیفیت دوربین قابل قبولی داره. بالاترین استاندارد جهانی هم که الان HD هستش. فوق العاده کیفیت عالی داره که حالا میتونیم حالا تو قسمت بعدی واسهتون تست کنیم و این کار واسهتون انجام بدیم. بنده هم که بهتون توضیح دادم تو قسمت بعدی. خب اینا خیلی واجب بود که شما بدونید. تو قسمت بعدی میایم ما داخل ساعت هوشمندمون سیم کارت میندازیم و دقیقاً همه رو چیکار میکنیم واسهتون روشن میکنیم و جزئیات داخل و برنامه رو دونه دونه به شما توضیح میدیم. خب میریم ادامه آموزش نصب اون رو ببینیم این ساعت هوشمند شما چیا داره و چه جور میتونید ازش استفاده کنید. ساعت هوشمند شما خدمتتون عرض کنم، من این ساعت رو روشن کردم. ساعت هوشمند شما قابلیت سیم کارت داره، قابلیت نصب شبکه‌های اجتماعی یعنی واتساپ، برنامه‌های ایرانی مثل روبیکا، بله، اینستاگرام، تلگرام اگه VPN روش نصب کنید، چون خب تلگرام اینا هممون میدونیم که فیلتر شده و خیلی راحت میتونید باش تماس تصویری ایجاد کنید. گفتم خدمتتون تو قسمت اول دوربین داره، میتونید تماس تصویری و اینکه ارسال ویدیو داشته باشید و هر کاری که لازم باشه میتونه واسهتون انجام بده که خیلی راحت میتونید داخلش برنامه نصب کنید، داخل گوگل پلی برید. به محضی که ما ساعت هوشمندمون رو روشن کنیم زبان‌ها رو از ما میخواد، میگه زبان رو انتخاب کن. من زبان انگلیسی انتخاب میکنم و تیکش رو چیکار میکنم؟ میزنم. این ساعت هوشمند شما سیم کارت میخوره. سیم کارت از نوع فرقی نمیکنه، همراه اول پوشش میده، رایتل، ایرانسل، هر سیم کارتی که داخل ایران هستش پوشش میده. سیم کارت من سیم کارت همراه اول. داخل جعبه شما همونطوری که عرض کردم یه دونه آچار مخصوص هستش. در قسمت کناری ساعت هوشمند شما توی فیلم ببینید قسمت محفظه سیم کارتش هستش که 2 تا پیچ کوچیک داره. من این 2 تا پیچ چیکار میکنم؟ باز میکنم که سیم کارتمو جا بندازم.
مراقب باشید پیچاتون گم نشه، زیر دستتون حتما یه چیزی باشه که پیچاشو بعدش باید چیکار کنین؟ سیم کارتو که جا میندازید ببندینش. خب اینم پیچای این ساعتمون و اینم سیم کارت نانومون با ناخون. اینجا جای ناخون داره. این در پوشش ما چیکار میکنیم؟ در میاریم. این در پوششش که در آوردیم، سیم کارت نانو ما به چه طریقی میره داخلی؟ البته داخل این محفظه کاملا عکس سیم کارتی که به چه روشی جا بره رو انداخته، ولی من به شما توضیح میدم. قسمت فلزی سیم کارت شما، کنترک سیم کارت شما میبایسته رو به بالا و پخی این سیم کارت همونطور که توی فیلم دارید نگاه میکنید چی باشه؟ به سمت پایین باشه. خیلی راحت چیکار میکنید؟ داخلش جا میندازید و فشار میدید. فشار میدید، یه حالت کوچیکی هم مشخصه، مترجم میشین که چی شده؟ جا رفته. اگه یه موقع سیم کارتتون رو اشتباه انداختید تو ساعت، نگاه کنید یه تقی صدا زد و جا رفت. اگه یه موقع سیم کارتتون رو اشتباه جا انداختید توی ساعت هوشمندتون، نگران نباشید اگه گیر کردش. هیچ وقت با چاقو پیشگوشت اینو به جونش نیفتید و بیاین با یه موچین خیلی راحت سر سیم کارتتون رو بگیرید و بیارید بالا. به محضی که شما داخل ساعت هوشمندتون سیم کارت میندازید، سفره که بالا به پایین بکشید، دقیقاً نگاه کنید یه دسترسی آسان داره. این دسترسی آسان که داره بلوتوث رو نشون میده، درصد باتریتون نشون میده و وضعیت سیم کارتتون رو به شما نشون میده. سیم کارتتون که جا انداختید بیاید چیکار کنید؟ ساعت هوشمندتون با همون دکمه آن و آفی که بهتون گفتم و پایین این دکمه قرار داره شاتداون کنید. اگه شاتداون کنید قطعا میبایستی شما چیکار کنید؟ ساعت رو دوباره روشن کنید. در این حالت ما میایم ریبوت میکنیم. ریبوت کارش چیه؟ اونایی که آشنایی دارن به نرم افزار کامپیوتری میدونن که یعنی کلا خاموش روشن میکنه ساعت هوشمند شما رو و ما این ساعت هوشمند شما رو الان چون سیم کارت انداختیم خاموش روشن میکنیم که چیکار کنه؟ آنتن گیری کنه. اجازه بدید ببینیم آنتن سیم کارت شما میاد بالا. تا باید صبر کنید برنامه چیکار کنه؟ بیاد بالا. خب دسترسی آسان، سفر از بالا میکشیم پایین، میبینید که دقیقاً 3 تا رنگ داره. یه رنگ آبی که بلوتوث نشون میده، سبز رنگ میزان باتری شما رو نشون میده و خدمتتون عرض کنم که قسمت زرد رنگ آنتن سیم کارت شما رو به عنوان 4G چیکار میکنه؟ نشون میده. یعنی ما اگر یه خط دیگه الان بیایم زنگ بزنیم به این ساعت هوشمند شما، چیکار میکنه؟ زنگ میخوره. حالا ما یه تماسی میگیریم که مطمئن بشیم. که ببینیم زنگ میخوره. دکمه قرمز برای رد تماس، دکمه سبز برای چی هستش؟ برای ایجاد ارتباط هستش. خب خیلی راحت با این ساعت هوشمندتون SMS ها میاد براتون. اگه شبکه‌های اجتماعی رو وصل کرده باشین، پیام شبکه اجتماعی میاد. هر چی که شما نیاز داشته باشین، کنتاکت، دفترچه تلفن، همه چیز براتون چیه؟ میاد. اغلب افرادی که این ساعت هوشمند سیم کارت لنف رو انتخاب میکنن برای این سفارش میدن که نیاز دیگه به موبایلشون نداشته باشن و بدون اینکه بخوان اتصالی به موبایلشون داشته باشن، این ساعت هوشمند سیم کارت خور به عنوان یه خط موبایل مجزا براشون چیکار کنه؟ کار کنه. حالا خب قطعا سوال پیش میاد ما اگه ساعت هوشمند لم 10 رو بخریم، اگه بخوام به موبایلمون هم وصل بشیم، میشه یا نمیشه؟ یعنی 2 کار باش کار کنیم؟ بله قطعا میشه. هم میتونید داخلش بندازید، هم میتونید به موبایلتون وصل کنید و
از طریق یک برنامه واسط که اسم اون برنامه واسط گاوفیت هستش. گاوفیت رو از کجا پیدا میکنید؟ پشت دفترچه راهنمای ساعتتون یه دونه بارکد داره که وسطش عکس آیکونش رو انداخته. نگاه کنید، دقیقا تو فیلم هم واسهتون دارم نشون میدم جلوی دوربین که متوجه بشه. قبلش روی موبایلتون یه دونه بارکد خان نصب کنید، بارکد خان رو بگید روم بارکد و دقیقا شما راهنمایی میکنه به چی؟ به برنامه گاوفیت. وقتی شما برنامه گاوفیت رو وصل کنید همه چیزها رو دسترسی ها رو بهش بدید. اگه دسترسی بهش ندید قطعا ارتباط برقرار نمیشه. و برنامه گاوفیتو که شما نصب کردید میایین چیکار میکنید؟ در حوزه بلوتوث میتونید تماس‌های موبایلتون همزمان که داخل این ساعت هوشمندتون سیم کارت هستش میتونید تماساتون هم روی موبایلتون روی ساعت هوشمندتون داشته باشید، پیام‌هایی که میاد نمایش داده بشه. خب بریم داخل این ساعت هوشمندمون ببینیم چیا داره. قسمت اول قسمت فون هستش، همونطور که دارید میبینید برای شماره گیری هستش که میتونید بیاد روی این صفحه و بیاد چیکار کنید؟ شماره گیری کنید. میتونید تماس دست دفترتون و یا این که بخواید تماس بگیرید یا این که کنتاکت این دفترچه تلفن شما، هر حافظه‌ای که توی داخل سیم کارت شما شماره‌اش ذخیره شده باشه دقیقاً روی ساعت هوشمند شما میاد. اگر هم داخل سیم کارتتون شماره ذخیره نکردید میتونید چیکار کنید؟ اد کنتاکت کنید و تو قسمت مربوطش ببینید. قسمت بعد قسمت کنتاکت هستش که همون دفترچه تلفن شما هستش. یا کنید دقیقاً میاد همه برای شما. اینم که دکمه هم که گفتم بک، منو بک رو میزنم. قسمت SMS که قسمت پیام ها هستش، شما میتونید چیکار کنید؟ تو قسمت پیام ها بیاید SMS هاتون رو چک کنید. توی قسمت ستینگ و که قسمت چی هستش؟ تنظیمات هستش. من میام وارد تنظیمات میشم. قسمت اولش وقتی وارد این بشیم زیر مجموعش نتورک اند اینترنت هست. این ساعت هوشمند شما وای فای داره، هات اسپات میتونید به موبایلتون وصل کنید و اینکه اگه شما مثلا دارم میگم جایی که هستید وای فای دارید میتونه سرچ کنه و قطعا باعث شما بلوتوثتون رو اول چیکار کنید؟ بلوتوثتون هم روشن کنید. وای فایتون رو وقتی روشن میکنید میاد چیکار میکنه؟ وای فایی که تو اون محل قرار دارید میاد پیدا میکنه و میتونید شما چیکار کنید؟ وصل بشه. یه موبایل یه قسمت داره موبایل نتورک داره. موبایل نتورک برای دیتا هستش، اینترنت محیطی هستش. موبایل دیتاتون رو که بزنید خدمتتون عرض کنم که تیکشو بزنید فعال میشه و میتونید چیکار کنید؟ میتونید دیتای اینترنت سیم کارتتون رو فعال کنید. قسمت رومینگ هستش، رومینگ که میتونید برای خارج از کشور هستش. بعد یه قسمت داره قسمت ادوانس هستش، میگه دیتا موبایلتون یعنی همون اینترنتتون always آنلاین باشه، یعنی همیشه روشن باشه. یه قسمت داره خدمتتون عرض کنم که جایی که دیگه داره اتوماتیکلی سلکت نتورک داره که به صورت اتومات چیکار میکنه؟ واسه شما وصل میکنه اینترنت. و ما نکته مهمتر این اکسس پوینتش هستش. هر اینترنتی برای هر کشوری خدمتتون عرض کنم که یه اکسس پوینت شما میبایستی وارد کنی. یعنی چی؟ یعنی آدرس سیم کارت ایرانسل تو ایران یه اسمی داره. میایم تو این قسمت مثلا همراه اول مثلا میخوایم چیکار کردیم؟ اون سیم کارت همراه اول داخلشه. میایم نیو ای پی ان شما میزنید. نیو ای پی ان که شما زدید وارد این صفحه شده. یه نیم داره، یه ای پی ان داره که داخل گوشیتون تو قسمت تنظیماتش آدرس اینترنت هست. این نیم رو وارد میکنید، این ای پی ان رو وارد میکنید، در قسمت آخر میاد چیکار میکنید؟ سیو میکنید. حالا اونایی که میخوان پروکسی وارد کنن یا آدرس سرور میخوام وارد کنن یا مسائل دیگر میخوام وارد کنن به خاطر وی پی ان، اینجا خیلی راحت میتونن چیکار کنید؟ انجام بدید و سیوش کنید. برای ایرانسل آدرس
خاص خودش رو داره که تو قسمت نیم و تو قسمت APN شما چیکار میکنید؟ وارد میکنید. اگه هم که نخواستید میتونید از طریق هات اسپات به موبایلتون وصل بشید زمانی که وصل اینترنت ندارید، یا اینکه بیاید حالا به وای فای وصل بشید، فرقی نمیکنه. مسئله ای که هستش تو قسمت نیم و APN حتما به حروف کوچیک و بزرگ حساسیت داره و به اسپیس و فاصله اینا حساسیت داره و میبایستی چیکار کنید؟ دقیقاً وارد کنید. اون قسمت اولی که من بهتون توضیح دادم قسمت چی بودش؟ تو قسمت ستینگ، قسمت مربوط به تنظیمات اینترنتش بود. یه قسمت کانکت دیوایس داره. قسمت بعدی که مال بلوتوث هستش که شما میتونید چیکار کنید؟ همونطور که توی فیلم دارید نگاه میکنید، پیر نیو دیوایس داره، یعنی میتونید جستجو کنید جایی که میخوایم بلوتوثش رو چیکار کنید؟ وصل کنید. کانکشن داره، تان آن تان آف داره، خاموش و روشن کردن بلوتوثه که این مربوط به چی میشه؟ مربوط به حوزه بلوتوثتون میشه. قسمت بعدی مربوط به اپ و نوتیفیکیشن مال پیام ها هستش. SMS الان اومد خدمتتون، اصلا گوگل پلی اومد و اینجا داره CR25 رو اپس داره. نگاه کن، آلارم کلاک اومد، این همه نوتیفیکیشن، بروزر اومد، تقویم اومد، دوربین اومد. اینجا میتونید چیکار کنید؟ اونا رو میتونید فعال کنید و این هم مسئله خاصی دیگه نداره. بریم قسمت بعدی. قسمت باتری شما هست که شما وقتی واردش میشین درصد باتریتون رو به شما چیکار میکنه؟ نشون میده. یه قسمت دیگه زده apps are running normally، یعنی مصرف انرژی باتریتون رو شما میتونید چیکار کنید؟ کنترل کنید. تو قسمت کجا؟ توی قسمت باتری منیجر داره. منیجر یعنی مدیریت باتری شما، تیکش روشنه. باتری سرور داره، یعنی چی؟ بتونید ذخیره کنید، یعنی زمانی که اینجا رو فعال میکنید باتری ساعت هوشمندتون وقتی شما کم هستش میتونید این تیکو بزنید و بیاد برای شما باتری کمتری استفاده کنه و دقیقا به شما نشون میده. مثلا میگه اسکرین یوسیج سینس فول شارژ، میگه مدت زمانش رو به شما نشون میده و لاست فول شارژ میگه 10 دقیقه 10 مینت اگو، 10 دقیقه پیش. بعد اوتو لانچ منیجمنت داره. همه چیش مربوط به باتری میشه که شما میتونید باش تمرین کنید و کار کردنش کاملا یاد بگیرید. قسمت دیسپلی هستش. برایتنس لول داره. برایتنس نور صفحه نمایش شما هستش. مال ما 50% بود، چیکار میکنیم الان؟ زیادش کردیم. اسلیپ داره. اسلیپش ما میگه افتر، یعنی میتونید زمان نور صفحه نمایشتون رو تنظیم کنید که رو 30 دقیقه خاموش بشه، رو 10 دقیقه. اینجا میتونید اینو انتخاب کنید. لایف تو ویک داره برای خدمتتون عرض کنم که نور صفحه نمایش شما هستش. نوتیفیکیشن برایت اسکرین داره که زمانی که برای شما نوتیفیکیشن میاد صفحه نمایشتون صفحش روشن بشه یا خاموش بمونه. قسمت ساوند هستش. قسمت صداها هستش که میتونید ولوم رو چیکار کنید؟ زیاد کنید. کال ولوم هستش، وقتی که زنگ میخوره میتونید چیکار کنید؟ میتونید خدمتتون عرض کنم که این ولومش رو زیاد کنید. و رینج ولوم هستش که برای زنگ هستش. بالا آلارم و اینا، ویبره داره، سایلنت داره. دقیقا اینا موبایل مونه. دو نات دیستراب داره برای زمانی که حالت مزاحم نشو هستش و وقتی میخوایم مثلا حالت این باشه که دقیقا تو موبایل هم هستش، این حالت مزاحم نشو هستش. رینج تون داره ببخشید دیفالت نوتیفیکیشن داره. این دقیقا مربوط به تنظیمات خود همون آلارم و اینا میشه که مثلا یه قسمت داره شارژینگ ساند داره، وقتی شما شارژرتون وصل میکنید صدا بده، یعنی که شارژتون فول بشه به شما آلارم بده. قسمت بعدی قسمت استوریج هستش که حافظه داخلی ساعت هوشمند شما رو بهتون نشون میده که چقدر فری داره شما، چند درصد استفاده شده و مموری این حافظه داخلی شما رو بهتون نشون میده. قسمت لوکیشن هستش، میتونید لوکیشنتون رو آن و آف بذارید. لوکیشن مال مکانیابیه و میتونید قسمت رو فعال کنید. قسمت بعدی قسمت گوگل هستش.
قسمت گوگل اکانت هستش که قطعا شما اگه میخواین از گوگل استفاده کنید بایستی بیاید چیکار کنید و اینکه برنامه نصب کنید توی گوگل پلی، بایستی قطعا بیاین یه اکانت ایجاد کنید. اگه اکانت دارید، جیمیل دارید که مشکلی ندارید. اگه جیمیل ندارید شما میاین چیکار میکنید؟ یه جیمیل درست میکنید و اینو فعال میکنید که بتونید هم روش اپ نصب کنید و یا اینکه بتونید از تو گوگل پلیتون بتونید استفاده کنید. حالا بحثی که وجود داره این که گوگل پلی خیلی جاها منطقه‌ای، شهر به شهره، بعضی جا مثلا رو وای فای بازه، بعضی جا فیلتره. اگه نیاز به فیلتر شکن داشتین خب قطعا میگه ما توی گوگل پلی نمیتونیم بریم. چجوری فیلتر شکن درست کنیم؟ یه سری سایت های فروش فیلتر شکن هستن که اینا لینک به شما میدن، یعنی نیازی نیستش که برید شما داخل گوگل پلی. میان چیکار میکنه؟ اون لینک رو بر میدارید و میارید توی گوگل و خیلی راحت چیکار میکنید؟ اون لینک رو که زدید اون برنامه رو روی ساعت هوشمندتون نصب میکنید. این هم مترجم شده. قسمت سیستم هستش، سیستم قسمت لنگویج هستش. تو قسمت لنگویج زبانا رو انتخاب میکنید. تو قسمت کیبورد ان اینپوت هستش که شما به خاطر اینکه تایپ کنید، مثلا زبان فارسی هم تایپ کنیم و به غیر از انگلیسی زبان فارسی هم داشته باشه، زبان فارسی رو تو این قسمت چیکار میکنید؟ انتخاب میکنید. یه اسپل چکر داره. اسپل چکر چیکار میکنه؟ وقتی که شما تایپ میکنید غلط داشته باشه به شما قسمت غلطش رو قرمز میکنه. دیتا تایم داره که ساعت‌های جهانی داره. میتونید تو ساعت اتوماتیک اگه سیم کارتتون اینترنت داشته باشه میتونید چیکار کنید؟ کاملا بهش، یعنی زمانهای کشورهای که دیگر واسهتون نشون بده یا خود داخل ایران رو کاملا واسه شما اتوماتیک این کار انجام میده. ریست آپشن داره که برای بازیابی کارخانه. ریست وای فای موبایل ام بلوتوث داره. اگه زمانی شما نیاز داشته باشین که مثال دارم میگم بلوتوثتون یا مثال دارم میگم وای فای تون به چند تا وای فای وصل شدید و میخواید پاک کنید، قسمت ریست وای فای موبایل ام بلوتوث رو میزنید چیکار میکنه؟ پاک میکنه. یه قسمت داره، قسمت ریست اپ داره. قسمت ریست اپ میاد چیکار میکنه؟ اپلیکیشن هایی که نصب کردید روی ساعت هوشمندتون کاملا میاد چیکار میکنه؟ برای شما پاک میکنه. یه قسمت دیگه داره اریز آل دیتا داره که برمیگرده حالت کجا؟ برمیگرده دقیقاً حالت ریست فکتوری میکنه، برمیگردونه دقیقاً به حالت بازیابی کارخانه برمیگردونه. یه اباوت فون داره. اباوت فون اومده کاملا به شما توضیح داده شماره موبایلی که داخل ساعت هوشمندتون انداختین و مدل ساعت و آیمی و نسخه این ساعت هوشمند ورژنشون مثلا میگه 9.1 آی پی آدرس و وای فای. اینا همه این توضیحات و بیت نامبر سریال ساخت این ساعت هوشمند رو بهتون چیکار میکنه؟ نشون میده. چیز دیگه خاص این ساعت هوشمندتون دیگه نداره. یه دسترسی آسان من بهتون توضیح بدم. ضربان قلب داره. شما تو قسمت ضربان قلب به محض اینکه ضربان قلب رو میزنید سنسور پشت ساعت هوشمندتون شروع میکنه فعال شدن. اینو حتما میبایستی این ساعت هوشمند رو میبایستی دور مچ دستتون ببندید که بتونه آنالیز درستی برای شما انجام بده. خب نگاه کنید الان سنسورش فعال شده و نگاه کنید ببینید ضربان قلب من الان 70-66 نشون داد. زمانی که این سنسور رو فعال میکنید شما قطعا حرکات بدنی متفاوتی نداشته باشید و سعی کنید مچ دستتون رو تکون ندید و بدنتون تو حالت ثابت قرار بگیره. بعد بریم سراغ برنامه دیگه ببینیم دیگه چی داره. اینو هم پس متوجه شدیم. وقتی که آنالیزش تموم بشه میاد برای شما سنسور اتومات چیکار میکنه؟ قطع میکنه. قسمت دسکتاپ داره. دسکتاپ چیکار میکنه؟ میاد دیال سلکشن داره برای شماره گیری. نگاه کن واچ فیس ها رو واسهتون عوض میکنه. میتونید مثال دارم میتونید واچ فیس جدیدم چیکار کنید؟ دانلود کنید. یه روش دیگه هم هستش که میتونید انگشتتون بده روی صفحه نمایش و چیکار کنید؟ خدمتتون عرض کنم که واچ فیساتون رو عوض کنید. نگاه کنید اینجا به علاوه داره، اینجا رو که بزنید میاد چیکار میکنه؟ واچ فیس رو واسه شما دانلود میکنه.
هر کدومی که دوست داشتید میتونید انجام بدید. حالا روی این واچ فیس ها بعضیشون درجه باتری شما رو نشون میده، نگاه کنید. آنتن سیم کارتتون رو به شما نشون میده. واچ فیس ها خیلی قشنگ و جذابی داره، میتونید این چیکار کنید، این کارم انجام بدید. تو قسمت منو استایلش چیه؟ منو استایلش میاد برای شما نشون میده، میگه میتونید منو استایلتون رو عوض کنید. یعنی چی؟ یعنی اینکه به صورت خدمتتون عرض کنم که به صورت متفاوت، یعنی به صورت نگاه کنید الان عوض کرد منو استایلتون رو، میتونید عوض کنید منو استایلتون رو. حالتهای متفاوت داره، یعنی چارکونه‌ای داره، گرد داره، میتونید اینجا چیکار کنید، این کار رو انجام بدید. بعد خدمتتون عرض کنم که دیگه تو قسمت بروزر هستش. بروزر چیکار میکنه؟ همون مرورگر هستش، یکی از مرورگرهای گوگل هستش که اینجا یک قسمت ساین این داره. حتما اکانتتون رو وارد کنید که براتون چیکار کنه، فعال بشه. قبلش حتما چک کنید که بسته اینترنت داشته باشید و یا سیم کارتتون حتما فعال باشه اینترنتش. قسمت کامرا داره، کامرا دوربین داره، میتونید چیکار کنید، میتونید از دوربینش اینجا استفاده کنید. یا قسمت فیلم برداری که حافظه غیر قابل قبولی هم داره، 64 گیگه، راحت میتونید مدت‌های طولانی باش فیلم برداری کنید. و یا اینکه عکس بگیرید برای ارسال از طریق واتساپ یا از طریق شبکه‌های دیگه. برنامه‌های ایرانی چیکار کنید اونو انجام بدید. قسمت گالری هستش. قسمت گالری وقتی شما عکس رو میگیرید یا فیلم رو میگیرید دقیقاً شما رو هدایت میکنه به کجا، به قسمت گالری. قسمت گالندر داره، تقویم هستش. قسمت آلارم کلاک داره، آلارم کلاک زنگ اخبار. قسمت موزیک داره، میتونید شما چیکار کنید، موزیک رو بردارید و خدمتتون عرض کنم که پخش موزیک اگه تو حافظه داخلیش موزیک ریخته باشید یا اینکه از طریق بلوتوث میتونید از طریق ساعت هوشمند به عنوان یک موزیک پلی براتون کار داره. ریکورد ضبط صدا داره، ضبط صدا رو این دکمه قرمز رو بزنید میتونید راحت صدا ضبط کنید. قسمت فایل منیجر داره، مدیریت فایل ها هستید. 2 تا اسپیس، 64 گیگ حافظه داخلیتون، اینا رو چیکار کرده بهتون توضیح داده. یعنی دقیقاً تو فایل منیجر به شما میگه، مثال دارم میگم، این فایلی که مثلا حالا یه اپی که نصب کردید چقدر مثلا حجم داره. قسمت ویدر ما رو مربوط به آب و هوا هستش، اگه اینترنتتون فعال باشه به شما جهانی هم نشون میده. قسمت اپتیمیزیشن هستش که کلین تکس داره. کلین تکس چی کار میکنه؟ عکس جارو داره که خیلی راحت میتونه حالا برنامه‌ای که نمیخواستیم و تو حافظه خود ساعتتون مونده بیاد واسهتون چیکار کنه، جارو کنه و پاک کنه. قسمت اسکرین لوک داره. قسمت اسکرین لوک رو وقتی شما فعال کنید میتونید بهش رمز بدید و کسی دیگه نمیتونه وارد ساعت هوشمندتون بشه. قسمت فیس آنلوک داره. فیس آنلوک دقیقاً این ساعت هوشمند شما چیکار میکنه وقتی رو شما فعال میکنه روی دوربین رو به صورتتون که بگیرید به هیچ عنوان وقتی ذخیره بشه ساعت هوشمند رو به صورتتون که بگیرید صفحه نمایشتون باز میشه. و 2 تا قفل داره، یه نوع قفل دستی داره، یه نوع با چهره خودتون داره و وقتی این تیکو بزنید واسهتون اون کار انجام میده. و یه بعضی که ساعت هوشمند شما بردارید بگید رو به صورتتون به صورت اتومات مالکش که خودتون هستی و شناسایی میکنه و براتون انجام میده. قسمت ثرد پارتی اپ ادپتر داره، برمیداره چیکار میکنه خدمتتون عرض کنم. دیس فاکتور آنلی یوزر اجازه اینجا باید اپلیکیشنش رو قطعا باید چیکار کنید برای مچ کردن اپ ها هستش. قسمت اپ فریز هستش. اپ فریز میاد برای شما خدمتتون عرض کنم که اینا حجمشون رو کم میکنه. حجمشون کم نمیکنه، یا در اصل میتونیم بگیم که فریز میکنه براتون، حالت یه جا واسهتون جمع آوری میکنه و میتونید وارد این قسمت هم بشید و ازش استفاده کنید. نگاه کنید برنامه رو چیکار کرد، آورد اون چیزایی که روی ساعت هوشمندتون. حالا شما اپلیکیشن دیگه هم که وصل کنید تو این قسمت قطعا میادش. خب بریم قسمت بعدی ببینیم میگه چی داره. قسمت فیتنس داره. قسمت فیتنس خدمتتون عرض کنم که برای اشخاصی هستش که علاقه‌مند به حوزه ورزش هستن و میتونن برای 2 داره
پیاده روی داره، روی تردمیل داره، میتونید قسمت فعال کنید و دوچرخه سواری داره، بسکتبال داره، فوتبال داره، پینگ پونگ داره و بدمینتون داره، تناب زدن داره و به محض که فعال کنه میتونه دیتای خیلی عالی به شما چیکار کنه، به شما بده. قسمت پلی استور همون گوگل پلی هستش. ببین به محض که زنیم ساین این میخواد، اون اکانت رو باید ایجاد کنید، اکانتتون رو ایجاد کنید، جیمیلتون رو وارد کنید. قسمت مپ هستش، همونطور که گفتم این ساعت هوشمند شما این گوگل مپ هستش برای شناسایی، خدمتتون بگم که مکانیابی و اینا هستش. و قطعا ببینید آکاین باز رو زدیم از ما ساینین خواستش. قسمت گوگل هم که باز دوباره یه گوگل هم اینجا هستش، باز میگه ساینین کنید و اکانتتون رو فیس آنلوک هستش و اسیستنت هستش. توی قسمت اسیستنت میاد به شما چیکار میکنه، کمک میکنه و میاد اسیستنت تو قسمت کانکت فون هست. قسمت کانکت فون مال چی هستش؟ برای این بود که اول فیلم که بهتون توضیح دادم اگه خواستین، اگه کاربری نیاز داشتش که به موبایلش وصل بشه میتونه چیکار کنه، اون کار انجام بده. من این تیکشو زدم، کانکت فون رو زدم. وقتی کانکت فون رو میزنم چی میادش؟ دقیقا برای من بارکد گاوفیت میادش. من با موبایلم بر میدارم چیکار میکنم، الان اینجا رو اسکن میکنم. وقتی این بارکد رو قبلش اسکن که بکنید دقیقا شما رو راهنمایی میکنه به چی نگاه کنید. دقیقا من تو فیلم میارم که متوجه شد. شما راهنمایی میکنه، صفحه خاموش شدش، نگاه کنید، شما راهنمایی میکنه دقیقا به کجا؟ برنامه گاوفیت. وقتی شما برنامه گاوفیت رو وصل کردید خیلی راحت میتونید چیکار کنید، وصل بشید به این ساعت هوشمندتون که اگر موبایلتون تماس گرفت در حوزه بلوتوث خیلی راحت بتونید کار انجام بدید. برای این کار قطعا باید جی پی استون بلوتوثتون حتما میبایست روشن باشه، بلوتوث موبایلتون هم روشن باشه و دسترسی رو چیکار کنید بدید. در نهایت آخر برنامه‌تون که نصب شد این بارکد رو باز دوباره چیکار میکنه؟ بهتون میده و یه پیر بهتون میده. وقتی اینو رو این بارکد بگیرید چیکار میکنه؟ دقیقا پیر بهتون میده و وصل میشید. حالا نکته خیلی مهم اینجاست که شما برمیدارید مثلا تو بلوتوث پیدا میکنه. اگه توی بلوتوث پیدا کنه توی این برنامه گاوفیت دیگه به شما ساعت رو پیدا نمیکنه. قطعا میبایستی از طریق خود همین برنامه چیکار کنید؟ شما بیاید و برنامه گاوفیت رو نصب کنید. خب اینترنت من یاری نمیکنه، بذارید من وبسایتش رو بزنم. اینترنت من یاری نمیکنه و وقتی بیاید اونو بزنید، من یه بار دیگه اسکن کردم، اینترنت من متاسفانه ضعیفه و میاد چیکار میکنه؟ این کار انجام میده و دقیقاً میاد شما رو هدایت میکنه. حالا بحثی که وجود داره اینه که برای سیستم عاملای اندروید، اگه موبایلتون اندروید هستش، اگه iOS هستش، هیچ محدودیتی برای شما نداره. فقط نکته مهم اینه که شما بیاین دسترسی رو بهش بدین، مخصوصا توی موبایل های سیستم عامل اندروید بزنید و موبایلتون که زنگ بخوره دقیقا روی ساعت هوشمندتون میفته. مسئله دیگه خاصی دیگه چیزی دیگه نداره. میگم من اینترنتم یاری نمیکنه. اگه اینترنتم یاری میکرد دقیقا اینجا رو بهتون توضیح میدادم. حالا من یه کاری دیگه میکنم، بیام برنامه گاوفیت رو وصل میکنم. از توی کجا؟ از توی اپ استورم میام این برنامه گاوفیت رو وصل میکنم. این برنامه گاوفیت رو که وصل کردم بلوتوث ساعتمونم روشن میکنم. ببینید اینترنت من متاسفانه قطعه. میام چیکار میکنم؟ میام این کار رو انجام میدم و دقیقاً برنامه گاوفیت رو که نصب کردید بگیرید رو این و پیر بهتون میده و یه دسترسی آسان هم داره. همونطور که توی فیلم بهتون گفتم دسترسی آسانتون از صفحه بالا میاد پایین.
برای چی هستش؟ برای بلوتوث هستش. اینو حتما روشن کنید. از توی تنظیمات هم میتونید برید. این هم مال وای فای هستش، این هم مال نور صفحه نمایش هستش، این برای جی پی اس هستش، این برای حالت روز و شب هستش، این برای فلای مود هستش. اون یکی هم خدمتتون عرض کنم که برای وای فای هستش. وقتی این روشن کنید این دسترسی آسان رو به شما میده. و خدمتتون عرض کنم که کالری داره، کالری سوزی رو بهتون نشون میده، پایش خواب داره. اینجا نگاه کنید، چون الان من اینترنتش رو فعال نکردم، ما درجه آب و هوا رو به شما نشون میده. چیز دیگه خاص دیگه این ساعت هوشمندتون نداره. تمام همکاران ما حالا اگه این ساعت هوشمند رو به ما سفارش دادین، اگه بابت نصب راهنمایی خاصی، همکاران ما توی قسمت پشتیبانی هستن. همه روز از ساعت 9 صبح تا 12 شب پاسخگوی شما عزیزان هستن. میتونید حالا مشاوره خرید خواستین یا زمانی که مشکل پیدا کردید توی نصبش و اینا، میتونید تماس بگیرید و از طریق واتساپ یا از طریق تلفن های مستقیم کاملا همکارای ما شما رو راهنمایی میکنم. امیدوارم که این فیلم براتون مفید بوده باشه. اون هشدار مورد جدی بگیرید. آی پی ساعت هوشمند آی پی 67 در حد قطره های باران و شستشوی دسته، ولی ما قطعا هم مشتری که ما زنگ میزنه به ما اعلام میکنه که ما ساعت هوشمند رو برای درگیری با آب میکنیم و میخوایم داخل استخر ببریم، به هیچ عنوان ما پیشنهاد نمیکنیم، برای اینکه رعایت قوانین آی پی نه برای شما، برای ما خیلی سخته. آی پی 67 که کلا در حد قطره‌های باران و شستشوی دسته. حالا تعبیر افراد از شستشوی دست فرق میکنه. بعضی میان تا آرنج میکنن زیر آب دستشون رو و میگن که شما گفتید در حد اونه. ما قطعا پیشنهاد نمیکنیم به مشتریایی که میخوان این ساعت هوشمند رو با آب درگیر کنن، نه اینکه ضد آب آی پی 67 نداشته باشه. آی پی 67 داره، ولی اینو بذارید برای زمانهای اتفاقی، برای احتمالاتی که حالا بارون میریزه روش، قطعا هیچ مشکلی پیدا نمیکنه. در حد قطره باران، در حد اینکه یه آیه باشه روش، مشکل ایجاد نمیکنه. ولی اگه تصمیمتونه که ساعت هوشمند رو کلا با آب درگیر کنید، قطعا ما پیشنهاد نمیکنیم این ساعت رو. مسئله آداپتورش رو رعایت کنید، ضربه نخوره. هر کاری چیزی دیگه بود، نظر خاصی چیزی داشتین، میتونید در قسمت پایین فیلم برای ما بذارید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. ان شاءالله که همیشه موفق و سلامت باشید.